پهلوان با لباس ورزشی سرخ از دهه تلدارک حریف خود را انتظارند. از دهه راه با لباس ورزشی سیاه به هر دو پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوان 150 سومانی. خوش آمده دوستان به نوروزی زرافشان. برای شما بود این سلسله نوارها رو برای شما یک گذاشتیم تا اینجا رسیدیم. انشاءالله حتما به کانال ابونه نشده باشید دیگه ابونه میشوید و فکر اندیشه نیکی خود رو در کامنتاری میگذارید. دوستان عزیزی ما باری دیگر میگم مهمانا حتما به کانال ابونه شوید. اینجا افیر اکی ایفون هیا چی دعا خوندن زره دوله و رفصه ده نه محصد فکر کردیم که زره تو عدو شد. برکی ہوئے باید یکون خیلی تبریک کنه دیگر آواز تو فهمیسا دیم مردم پهلوان ها حرکت کنه. از طرف دوبار به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جو کرده شد. ما همه یک گفتنی دارم که مردم همه که میدان زندگی کنند پهلوان در میدان زندگی شوند. بهترین سخن اینا فقط آدم میفهم. اینا فقط آدم میفهمیدگی میفهمه. هزار رحمت دارم. این میدان خالی مونده در طرف ما. برکی ها پهلوان ها حرکت کنید. بختیوار پهلوان در همینجا حضور داشته باشد. پهلوان شناخته است در ناحیه جبار رسولوف همدیار ما و شما. اگر در همینجا حضور داشته باشد مرحمت از حساب مخلصان شما 400 سومانی مبلغ جمع آوری شد که برای گشتنگاه زیبای شما. بازی درنگ حساب بوده میشود به هر دو پهلوان. با لباس ورزشی کبود پهلوان از دهه پکشیف حریف آغاز از دهه راه حریف آغاز از دهه راه به هر دو پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوان 150 سومانی. شکرلامی پهلوانو امینوف همین پهلوانو میدان خالی کنن التماس. از طرف دوباره میدان به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جو کرده شد. پهلوان همروف اردوغنی با پهلوان امینوف ملک دولت خواهش گشتنگیری داشتند. اگر معروف چی شد؟ حساب دیگه نمیشن. معروف در حالت که هم پهلوان رو آگاه کنید 10 سر میتیاد مغلوب میشن. پهلوان حرکت کنید. از سال دوباره میدان به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت دو کنش. معروف چی شد؟ پهلوان از دهه پکشیف حریف خود را مغلوب نمودند. احسن برای گشتنگاه زیبایتان.
جبار رسولوف حریف اون که از خواجگی سامانیان به هر دی پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوانه 100 سامانه پهلوانه وزنی مرحمت بختیور پهلوان اگر تشریف آورده باشد وارد میدان شود از حساب مخلصان شما 400 سامانی تحفه پیشنهاد کرده شده است. و فکرم پهلوان بختیور پهلوان در خواجگی حاجی امیر فدان نام آموده ایستادن. پهلوان خواجگی حاجی امیر فدان وارد میدان شدن و مانند دولت و سهراب پهلوان شناخته خواجگی حاجی امیرف اگر خواهش گشتنگیری داشته باشید مرحمت وارد میدان شوید. از طرف داور میدان به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. معرف چی شد؟ بازی درنگ ساخته میشد. هر دی پهلوان میدان رو ترک کنید دم گیرید. از طرف راست داور پهلوان از در دهه تکشیف حریف آن کس از دهه راه به هر دی پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوان ها 150 سامانه. همتون خیلی درمی گردید میدان نوروزی حضور دارید مرحمت وارد میدان شوید. مردم به حد مخلصی گشتنگیر زیبای شما می باشند سایبیده نمی شوند. بعد از سریستان که پهلوان ها حرکت کنید. حالا اون منوی غیره شما بزنی بیرو چون کروب دار بر پهلوان از دهه پلارک حریف خود را انتظارند. پهلوان خواجگی حاجی امیرف صاحب میدان خواجگی سامانیان این نوروز نه فقط نوروزی زرفشان است، نوروزی جماعت است. مرحمت همه شما وارد میدان شوید. حریف نوبتی پهلوان از صاحب میدان بختیور پهلوان وارد میدان شدند. احسن به این پهلوان صادقوف از صاحب میدان حریف آن کس از دهه پلارک به هر دی پهلوان برای گشتنگیری از حساب خزینه نوروزی 150 سامانی تحفه برای هر دو این پهلوان. بختیور پهلوان از حساب مخلصانشون از حساب سخاوتمندان دیگر به 100 سامانی دیگر جمع 250 سامانی برای بختیور. 1% از حساب صاحبان میدان به این بختیور مردم 1% برای این بختیور پهلوان 250 سامانی. ایرهام اکبرجان 250 سامانی برای این بختیور تقدیم کنید. بختیور روی الله منوخی